سلام عشقم، خوبی؟ ببخشید باز منتظر موندیا. سلام خانوما، فدا سرت. والا ما عادت کردیم به این بدقولیات. نگاه کنا باز چاق شد. شوخی کردم عشقم، بشین بریم یه فلافل بزنیم که خیلی گشتمه. میسم چند لحظه صبر کن. چرا عشقم؟ چی شده؟ گشتت نی؟ نه میسم، بحث گشنگی و اینا نیست. من اومدم امروز برای آخرین بار ببینمت. اصل یعنی چی؟ چت شده؟ میسم به خدا چیز خاصی نیست، یکم کلافم، میخوام تنها باشم. از سمت خونه خیلی تو فشارم. حالم خوب بشه بهت زنگ میزنم میام پیشت. میدونی به آدما بیشتر از ظرفیتشون که بها بدی خود واقعیشون رو زودتر نشون میدن و میشن کسی که تا حالا نبودن. الان دارم میبینم خود واقعیت یه آدم خیانتکاره که یهو تمام قول و قراراشو زیر پا له میکنه و میتونه تو لحظه جایگزین بیاره. راستی منم ابدیت بودم، اما فکر نمی‌کردم یه روز ابدم عفو خوره. خدای خم چکی شاست لگه